از اون در ریان در روز قیامت روزدارهای ماه رمضان داخل جنت می شوند، نه اینکه سوی این طربخانه ها و بر و دیسکتیکایی که امروز جوان ها می روند. یک شب ندا کردم، فریاد کردم، دعا کردم، تو پروردگار چی سبب است که امروز مسلمان خار شده است، مسلمان غریب است، مسلمان طعنه کافر را گوش میکنه، مزدور کافر شده است، اینکه به سوی او ببرداره. امروز یک بدبختی در حیات ما آمده است، وقتی یک مشقت یک مشکلی در حیات ما آمد، در حال شخصیت ها در فکر ما می آیند، خدا را فراموش میکنه. متاسفانه امروز اکثر جوان های ما، اکثر مردم ما فقط فحشا تماشا میکنند. انسانی که امروز این چشم در گناه و معصیت استفاده کردی، با آرزو داره که در آخرت در جنت دیدار الله ببینی. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای انسان‌های روزه‌دار یک بشارت خوبی دیگر هم دادند. حضرت می‌فرمایند ان للصائم فرحتان، تن برای انسان روزه‌دار، شخصیت روزگیر، دو خبری خوشی هست، دو خوشحالی هست، دو خرسندی هست که در اصل خوشحالی و خرسندی اینها را انسان روزه‌دار احساس میکنه. فرحت عند الافطار، یکم خوشحالیش وقتی افطارش است که الحمدلله ما خوب احساس میکردیم. هر انسان روزه‌دار را میدیدی وقتی نماز شام نزدیک می آمد لحظه به لحظه ساعت نگاه میکرد، در دستش یک خیرماه است، اندک آب است، میخواه افطار کنه اما لحظه به لحظه شماریده ساده است، خرسند است، شاد است که لحظه افطار نزدیک آمد میرسه. وقتی افطار میرسید اعوذ بالله و بسم الله گفته افطار میکرد، افطار میکرد، یکم خوشحالیش احساس میکرد. و دومی خوشحالی انسان روزه‌دار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم عند لقاء ربه، وقتی دیدار الله رب العالمین است. دویم خوشحالی برادر بزرگوار من، اون لحظه که در جنت هستی، الله بزرگوار اون همه عیش عشره، لذت و راحت، زینت و خوبی ها را در اختیار داده است و دل تو به آرزو و مقصدش رسیده است و هر چیزی که میخواهی برای تو مهیا و تیار است. در بالای این، در برابر این، الله رب العالمین به سوی تو میگوید که ای روزه‌دار، در برابر این روزه گرفتگیت من این لحظه دیدار من نشانت میدم، این لحظه من دیدار ما برای تو نمایان میکنم. دیداره که شاید که دلهای ما اگر اصل دیدار الله رب العالمین در دنیا میدیدن پاره پاره میشدند، اما الله رب العالمین در جنت وعده کرده است که در برابر روزه گرفتم، روزه گرفتگی روزه‌دارها در جنت من دیدار من نشانشون میدم. اکنون برادران بزرگوار من، این موضوع رمضان از ما گذشت، الحمدلله این همه بشارت ها را از خداوند امید داریم که برای ما نصیب گردانده است ان شاء الله رب العالمین. اما موضوعی که این لحظه من میخواهم و شما صحبت داشته باشم برادران بزرگوار من، این موضوع شکرگزاری هست، موضوع منتدارگی هست. ما باید در برابر این نعمت های بزرگ الله بزرگوار شکرگزار باشیم. از همه بزرگترین نعمت ها الله برای ما داده است این ایمان است برادران بزرگوار من. ایمان خیلی نعمتی بزرگ است، و چنان نعمتی بزرگی هست که انسان از عذاب ابدی جهنم و دوزخ نجات می‌دهد. ما باید شکرانه نعمت ایمان به جا بیاریم که الله بزرگوار در دلهای ما نور ایمان جا کرده است، نور ایمان قرار داده است که اون نور درون و بیرون حیات ما را نورانی گردانده است. الحمدلله ایمان است که برای ما توفیق داده است که مسجد می آییم، ایمان است که برای ما قوت بخشیده است که نماز می خونیم، روزه ماه رمضان روزه می گیریم. باید ما شکرانه این نعمت ایمان به جا بیاریم. در یک آیت کریمه الله رب العالمین می فرمایند که انسان‌هایی که در دنیا ایمان نآوردند، شخصیت‌هایی که در دنیا ایمان نداشتند، این شخصیت‌ها اگر در روز قیامت به اندازه پهنی و کلانی زمین اگر طلا بیارند و بگن که ای پروردگار همین طلاها را در برابر
یعنی فدیه ایمان ما قبول کن و ما را ببخش داخل جنت کن. الله بزرگوار میگه من اونها را قبول ندارم، چون که قیمت ایمان از این هم گرانتر و زیادتر است. یعنی ما به قدر نعمت ایمان برسیم که خداوند برای ما ایمان داده است، در برابر این به قدر این برسیم که خداوند ما را امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گردانده است. تمام پیغمبر گذشته، تمام امت گذشته آرزوی مقام و درجه من و شما را داشت. آرزو می داشتن که کاش که ما امت محمد می بودیم. ما به قدر این نعمت امتی محمد صلی الله علیه و سلم رسیم که خداوند برای ما چقدر مقام و درجه بالا داده است. کنتم خیر امت اخرجت للناس. رب العالمین به همو عظمت و جلال و بزرگیش ما امت در قرآن وصف میکنه، تعریف میکنه، میگه ای امت های محمد شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته هستی، یعنی شما بهتر از همه هستی. الله بزرگوار برای ما یعنی ما را وصف داره در قرآن. ما باید به قدر این درجه، به قدر این مقام، به قدر این نعمت بزرگ، ما باید به قدر این نعمت برسیم، شکرانه این نعمت به جا بیاریم. بعد از اون نعمت هایی که خداوند برای ما جسم و بدن داده، سلامتی داده، تنی سعادت داده، همه اینها نعمت قرآن، نعمت دین، اینها همه نعمت هستند. ما باید شکرانه این نعمت های الله رب العالمین به جا بیاریم. الله بزرگوار در قرآن می فرمایند که و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که در حیات شما می آید، هر نعمتی که برای شما می رسه او از جانب الله است. هر نعمت، هر خرسندی. ما فقط نعمت مال ندانیم برادران عزیز. نعمت فقط یعنی دارندگی، پول و بایگری ندانیم. بهترین نعمت ها این تنی سعادت است که دردمند نیستی، جسمی سالم داری، چشم بینا داری، زبان گویا داری، دست گیرا داری، گوش شنوا داری. اینها همه نعمت های الله هستند. باید شکرانه اینها را به جا بیاریم، یعنی شکرگزار باشیم، بگیم ای پروردگار به نهایت شکر برای تو که چقدر نعمت های قیمت برای ما بخشیده ای. شکرانه یعنی تنی سعادت که خداوند برای ما و شما تنی سعادت داده است. الحمدلله عبادت و بندگی میکنیم. بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده است نعمت سراسر. ببین چقدر نعمتی زیاد داده است. همه زمین شده اختیار داده است، از هواش نفس میکشی، از نعمتهاش استفاده میبری. این همه شکرانه نعمت ها را باید به جا بیاری برادری بزرگواری من. دو چشمی روشنی بینا کی بخشید، زبانی شیرینی گویا کی بخشید. یک بار خودت سوال کن کی چشم داده است میبینی، کی زبان داده است صحبت میکنی. خلق الانسان علمه البیان. رب العالمین ما را در قرآن به این زبان گویا منت میکنه، میگه انسان خلق کردم براش زبان گویا دادم. حیوان ها را ببینه، یکی از اونها وعظ میکنه، دیگرش هنگس میکنه، به یک صدای فقط یک آواز دارن. اما مثل من و شما بریم برادران بزرگواری من به همدیگر صحبت کرده نمیتوانند، به همدیگر راز دل گفته نمیتوانند، فقط یک صدا دارند. اما رب العالمین برای من و شما زبان گویا داده است، حرف به حرف به همدیگر راز میگوی، درد دل میگوی. دو چشمی روشنی بینا کی بخشید، زبانی شیرینی گویا کی بخشید. دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله. برای چی؟ دو پایت داد تا اینکه سوی رضای او، عبادت و بندگی او، فرمانبرداری او قدم زنی، حرکت کنی، تلاش داشته باشی. نه اینکه سوی معصیت و گناه، نه اینکه سوی این طربخانه ها و بر و دیسکتیک که امروز جوان ها می روند. پا بس برای چی؟ برای مسجد آمدن، برای عبادت و بندگی خدا کردن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت عایشه مادر ما روایت میکنه که شبها با چنان نماز میخوان که از یعنی بسیار نماز خواندن پایهای مبارک ورم میکردن، یعنی از زیاد در قیام ایستادن پایهای مبارک ورم میکردن. حضرت میگه باره گفتم به سوی جناب دلم سوخت، میگه دلم آب شد.
گفتم یا رسول الله این چی جفا است؟ خداوند گناههای شما را بخشیده است، گناهی پیش و قفای شما بخشیده شده است، شما معصوم هستید، چقدر خود را رنج میدی؟ میگه حضرت گفتن که ای عایشه، وقتی که خداوند گناههای من بخشیده باشه آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ در برابر این قدر نعمتهای پروردگار من شکرانه نعمتاش بجا میارم، نماز شکر میخوانم. دو پایت داد تا سویش روی را، زبانت داد هر دم گوی الله، هر دم الله بگوی، نه اینکه غیبت کنی، نه اینکه طعنه زنی، نه اینکه دشنام دهی، نه اینکه زبان با گفتاری بد آموخته کنی. برادران بزرگوار من، زبانها را به ذکر آموخته کنه. هر انسانی که در حیات و زندگیش هر سخنی را در زبان عادت کرده، یعنی دائم در گفتار داره، آخر وقتی مردن همون کلمه را یعنی تکرار میکنه. خدا شاهد است، شخصا خودم در حالت سکرات موت شخصیت اشتراک داشتم. او انسان حیات عمر فقط از زبانش دشنام بیرون میشد، از زبانش حقارت بیرون میشد، سخنهای قبیح و بد میگفت. وقتی در سکرات موت افتاد همون سخنها را تکرار کرد، جان از بدنش بیرون شد. پناه به خدا. انسانهای در کنارش هستند تلقین میکنن لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این سنت است. وقتی یک انسان در حالت سکرات موت باشه، انسانهای در کنارش باید به زبان بلند این کلمه لا اله الا الله تکرار کنن تا اینکه این سخن در زبان وی شینه و هم لا اله الا الله گوید. جناب پیامبر گفتند که هر انسانی که آخرین سخنش لا اله الا الله باشه وی داخل جنت میشود. باید انسانهای کناری محتضر تلقین کنن وی، هرچند لا اله الا الله میگویند در زبان وی نمیشینه، چون که زبان آموخته نیست. زبان حیاتش فقط دشنام بیرون کرد، تحقیر بیرون کرد، غیبت کرد، سخنهای قبیح بد گفت. وقتی سکراتش این چنین سخنهای قبیح گفته جانش از بدن بیرون شد. زبانم زیبش همین است برادری بزرگواری من. دو پایت داد تا سویش روی را، زبانت داد هر دم گوی الله. وقتی برادران بزرگواری من، وقتی ما از پروردگار حاجت میپرسیم، ای پروردگارم یا ربی یا الهی، وقتی دعا میکنیم حاجت میپرسیم، الله رب العالمین چقدر خوشحال میشده است، چقدر خرسند میشده است. پروردگار زاره و التجای بندش دوست میداشته است. یعنی وقتی از زبان نام الله رب العالمین بیرون میشه، چقدر الله رب العالمین خوشحال و خرسند از بندش میداشته است. دو دست داد برداری به سویش، دو دست داد برداری به سویش، دو چشم داد سازی جستجویش. برادر بزرگواری من، الله بزرگوار دو دست داده است که فقط از او حاجت بپرسی، نه اینکه از هر کس. برادرها گپ نزن التماس. الله بزرگوار دو دست برای چی دو دست ما را؟ تا اینکه به سوی او ببرداره. امروز یک بدبختی در حیات ما آمده است. وقتی یک مشقت، یک مشکلی در حیات ما آمد، در حال شخصیت ها در فکر ما می آیند. خدا را فراموش میکنیم. پیش داملا اسلام الدین برام، پیش اکی حاجی فرهاد برام، پیش فلانی برادرم برام، پیش فلانی دوستم برام. تمام اینها در فکرمون میگذرن و چی خود برای حاجت پرسیدن. یک بار در فکرت نمی آید که از بالا بپرسی، قاضی الحاجات او است. اگر همه اینها دست به دست کنن، اگر اون نخواه حاجتی تو برآورده نمی شود. اما اول شخصیت ها نزد هر کدام اینها میگذری، اینها به داد و فریادت نمی رسند، دست نمی گیرند، میگن از دست ما نمی آید. بعد از اون از همه که ناامید شد بعد خدا در یادت می آید. دو دست داد برداری به سویش، سوی پروردگار از او بپرس. فقط حاجت از الله بپرس. وقتی بنده از پروردگار میپرسید است، چقدر الله رب العالمین خوشحال میشد از این بندهش. دو چشم داد سازی جستجویش. پروردگار دو چشم داده است که جستجوی حقیقت کنی. به این چشم متاسفانه امروز اکثر جوانهای ما، اکثر مردم ما فقط فحشا تماشا میکنن.
انسانی که امروز این چشم در گناه و معصیت استفاده کردی، با آرزو داره که در آخرت در جنت دیدار الله ببینی. برای دیدنت یا رب دو چشمی دیگرم باید. دیگر چشم لازمه برای دیدن الله رب العالمین. این چشم هایی که امروز معصیت و گناه دیده، از اینها خاطر جمع باشه. یعنی چشم انسان برای چه است؟ برای جستجوی به خدا قریب شدن، به خدا رسیدن، برای دنیا و آخرت آباد کردن. درونی سینه ات دلدار جایش، چرا ویرانه گرداندی سرایش. پروردگار بزرگوار در جسم و بدن من شما یک حصه مخصوص برای خود جدا کرده است که ما و شما دل میگوییم، قلب. این مکان الله رب العالمین است. باید انسان محبت الله را جا کنه. غیر از عشق و محبت الله، هر چیزی را که در درون دل جا کردی برادر بزرگوار من، این را انیق بدان که تو را پریشان میکنه، ناراحتت میکنه، حیاتی تو را برنج و مشقت دنیا و آخرت مبتلا و گرفتار میکنه. یگانه او چیزی که هم زندگی تا، هم حیات، هم جسم و بدن تا، هم دل تا آرام میگردانه، این ذکر یاد الله است، محبت و عشق الله است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. این را انیق بدان برادر بزرگوار من که فقط آرامی بخشنده دلت چی هست؟ ذکر الله، یاد الله، محبت الله. دل جای او هست. متاسفانه ما امروز در دل چی را جا کردیم؟ پول و مال، زن و فرزند، دارندگی، ثروت. در دل ما خیلی متاسفانه محبت خدا کمرنگ شده است. محمد اقبال یک مثال زیبایی داره. حضرت میگه یک شب از شبها به خداوند مناجات میکردم، از پروردگار یعنی حاجت میپرسیدم، بعد از اون دعا کردم. شب پیشی خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زارند. میگه یک شب ندا کردم، فریاد کردم، دعا کردم، تو پروردگار چی سبب است که امروز مسلمان خار شده است، مسلمان غریب است، مسلمان طعنه کافر را گوش میکنه، مزدور کافر شده است. ای پروردگار، عزت اسلام، عزت مسلمان کجا شد؟ حرمت مسلمان کجا شد؟ شرافت و فضیلت و کرامت مسلمان کجا شد؟ شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زارند. ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوب ندارند. میگه جواب آمد پروردگار گو ای اقبال، این قوم میگو خار شدن سببش این است که دل دارن اما در درون دلشو الله نیست. در درون دلشو محبت الله، عشق الله نیست. دنیا جا شده است، زن و فرزند جا شده است، پول و مال جا شده است، کسب و وظیفه و منصب جا شده است. خدا را از جاش بیرون کردند، بخیل شدند. این چیز است که اینها را خار کرده است. برادر بزرگواری من، باید که در دلهای ما عشق و محبت الله رب العالمین باشد. زی عقل و دانش و فهمش بیندیش، نظر کن بر وجودی قیمتی خیش. برادر بزرگوار من، خداوند برایت عقل داده است، یک بار فکر کن. خیلی نعمتی بزرگ. انسانهایی که از عقل بیگانه هستند اونها را میگویند که دیوانه. یعنی مردم به چشم اندک اونها را نگاه میکنند، دیوانه شون میگویند. ببینه برادر عزیز، عقلی که خدا برای ما داده چقدر نعمتی بزرگ. وقتی الله عقل از انسان گیره، مردم ویا به چشم اندک نگاه میگویند که دیوانه. یعنی یک انسانی به احترام، به حرمت، به قدر، دانش، علمی که خدا برای ما داده است، علم قرآن، علم سنت، علم حکمت، این همه نعمت پروردگار است. زی عقل و دانش و فهمش بیندیش، نظر کن بر وجودی قیمتی خیش. یک بار وجودی خود نگاه که چقدر قیمت است. یک انسان چشمش عاجز می شود، تمام طبیبها حرکت میکنن، چشمی وی بینا کرده نمیتواند، چون که فقط یگانه اون یعنی طبیب حاذق و حقیقی الله رب العالمین است که بینا کرده بود. وقتی پا و دست یک انسان شل می شود، تمامی یعنی دانشمندا، تمامی طبیبهای دنیا او دوباره در حرکت کار در آورده نمیتوانند. یعنی اعضا و جسم و بدنی که داره این را خریده نمیشه برادر بزرگواری من.
یک بار قیمت این را فکر رو کی بخشی دست داد؟ کی برات داد؟ کی دست داد؟ ببین الذي خلقك فسواك فعدلك یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك. ام تو ذاتی که خلقت کرد در بهترین صورت حالت جمع بندید کرد، دستا در جای خود، پاها در جای خود، چشم و دهان همه در جای خود. مفسرین مثال میگه ای انسان اگر الله شرمگاه تا با بالا را میبرد و دهان با بین پاتا میبرد خیلی بینمود و بیزیب یعنی ناراحت میبودی، اما هر کدوم در جای خود قرار داده است. چقدر راحت هستی، زیباترین صورت خلقت کرده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مفسرین میفرمایند که گل را وصف کردن، گفتن ای گل تو زیبا هستی، خوشبو هستی، همه دوستت میدارن، هر انسانی که دید گرفته تو را بو میکنه. وقتی گل وصف کردن، تعریف کردن، گل گفته است که من در برابر زیباگی انسان یعنی شرمالود هستم، خجالتمند هستم. زیباگی در انسان از خداوند یعنی که بیکام و زبان انسان وصف کرده است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی در زیباترین صورت این انسان است. برادری بزرگواری من، هر شکلی که ما داریم یعنی هر رنگ و نمودی که هستیم در صورت خود ما باید راضی باشیم. به چه خاطر؟ به خاطر که رسام ما، رسم کشنده ما الله رب العالمین است. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. چی نوعی که میخواهم در رحم مادر میگه انسان صورت کشی میکنم. خوشا صنعتگره کس قطره آب کند پیدا چنین درهای نایاب. ببین الله چی صورت زیبا برای تو کشیده است. اینها همه نعمت های الله هستند. ما باید شکرانه اینها را به جا بیاریم. خیر خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار اله این ماه برای ما مبارک بگردان. در این شبهای آخر این ماه پروردگار ما را از گناه پاکیزه بگردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشند و مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما، به زنها را زن صالحه نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار اله هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار مشکلی هاشون آسان بگردان، در کسب کارهاش و برکت ها عطا بفرما. پروردگار جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.